سلام، خوش اومدیم به یه تحلیل بیت کوین دیگه. امروز 21 خرداد 1404 هست، ساعت 8 صبح. میخوام بیت کوین رو براتون تحلیل کنم، بازار رو. اول یه نگاه سریع بندازیم به جدول RSI. RSI توی تایم فریم های 4 ساعته است. اینا همه حجما به شدت کم شده و خیلی از حجما به خصوص بیت کوین روندشون تقریبا میشه گفتش که متوقف شده، افزایش حجم، و خیلی از کوین ها هم که اصلا منفی شدن. توی جدول RSI وقتی نگاه میکنیم، بیت کوین توی 4 ساعته و روزانه تو محدوده نزدیک محدوده هیجانی هست، ولی اتریوم 4 ساعتش بالای 70 هم رفته، به خاطر اینکه ETH/BTC رشد بیشتری داشت. همونطور که اینجا میبینید ETH/BTC رشد بیشتری داشت و همونطور که میبینیم بعضی از کوین ها هستن که 4 ساعتشون وارد منطقه هیجانی شدن، مثل یونی، ICP، BCH و لینک. دیروز و پریروز راجع به چند تا از این کوین ها صحبت کردم، به خصوص یکی از کوین هایی که گفتم هایپ و خودم گرفتم، ولی نرسیدم یونی یا AAVE یا لینک و اینا رو بگیرم، ولی هایپ رو گرفتم. حالا بهتون نشون میدم. بریم روی چارت. بیت کوین توی هفتگی همونطور که میبینید، فعلا تو ماهیانه نمیرم چون خبری نیست تو ماهیانه. همونطور که میبینید توی کندل هفتگی حجم بسیار کم، این حجم بادی و به این زیبایی، ولی حجم خیلی کم، با اینکه 4 روز مونده، 4 روز و 20 ساعت مونده، ولی حجمش به نسبت اینکه 3 روز گذشته و امروز چهارشنبه هست و حجم این قدم رفته بالا، یه بادی خیلی خوب بسته، خریدارا اومدن، ولی خب حجم خیلی کمه. این نشون میده که به نظر من همین الان میخوام پیش بینی بکنم، با اینکه پیش بینی کار انبیاست، ولی پیشگویی کار انبیاست، البته پیش بینی کار سختیه، ولی واقعیت اینه که این حجم از در واقع این شکل کندل و این حجم با هم دیگه تناسب نداره و پیشگویی من اینه که ما بیت کوین وارد یک رنج بسیار خسته کننده ای خواهد شد و ما از این حجم، از این فضا عبور نخواهیم کرد فعلا، تا اینجا رنج بزنیم، شاید چند هفته، و بعدش یعنی روی آلت کوین ها و اتریوم و اینا باید بریم پوزیشن باز کنیم اگرم میخوایم باز کنیم، و بعدش احتمال داره که بریزیم، چون به نظر من رنج خیلی زیاد، به نظر توی یک زیر یک مقاومتی که خیلی هم سفت و سخته، تقریبا یه سقف آل تایم های دیگه، یه سقفیه که بزرگترین سقفیه که بیت کوین تا الان زده، بخواد بشکنتش شاید یه هانتی بکنه بره بالا، ولی به نظر من میریزیم. فضای بیت کوین فضایی نیست که بشه روش لاین گرفت. این از پیشگویی که حالا ببینیم چی میشه. این پترن وی شکلی که اینجا کشیده بودیم فعال شده بود 3-4 روز پیش. اگه پوزیشن باش گرفتین، آر زیادی نداده بهمون، شاید آر 2 به زور بهمون داده یا آر 3. واسه همین روی بیت کوین اصلا نباید پوزیشن باز میکردیم. این روندی هم که کشیده بودیم شکسته شد به زیبایی و رفتیم بالا. حالا برگردیم تو روزانه تو این کاناله هستیم دیگه. این کاناله یه کانالی هست که فعلا داریمش، همونطور که گفتم صعود بیت کوین خیلی سخته، شاید بره بالا حتی تا کف اینجا و به سرعت بریزه و بیاد پایین. پس همین نوسانات بیت کوین اصلا به درد من نمیخوره فعلا. حالا چرا به درد نمیخوره جلوتر بهتون توضیح میدم. توی 4 ساعته هم بیت کوین رو خب چرا تحلیل میکنه؟ خب چرا نمیرم رو آلت کوین ها؟ به خاطر اینکه بیت کوین خیلی چون الان نزدیک 64% بازار بیت کوینه، باید بیت کوین رو تحلیل بکنیم تا بقیه بازار هم بفهمیم. بیت کوین رو که تحلیل بکنیم بقیه بازار هم شبیه همونه. حالا نوسانات مثلا ENA ممکنه 30% باشه، بیت کوین 3% باشه، ولی شکل کندلا، قیافه هاشون الان توی 4 ساعته اگه نگاه بکنیم، مثلا خیلی از کندلا، خیلی از کوین ها شبیه همینن، رفتن اینجا اومدن، این بیت کوین که ریخته اینم اومده اینجا دوباره رفته بالا، حالا یه ذره با نوسانات کمتر یا بیشتر. تا بیت کوین شروع نکنه به یک حرکت درست حسابی، نمیگم صعود بکنه، یا شروع کنه به رنج زدن، بیت کوین ها تبدیل بشن به آلت کوین ها، یعنی پیر BTC بعضی از این کوین ها صعودی باشن، مثل AAVE که پیر BTCش چون صعودی بود یه سود خیلی خوبی داد به اون کسانی که تونستن توی این محدوده اینجا بگیرنش. بذار ببینم کجا به ما سیگنال داده بود برای ورود.
مثلا لیبلامون رو فعال کنم. این یه اندیکاتوریه که یه در واقع ایندیکیتوریه که خودم نوشتم. استراتژی منو اینجا بهم آلارمشو میده. البته تریدینگ ویور رایگان دیگه آلارماش غیر فعاله، فقط قیمت میشه آلارم گذاشت، اندیکاتور رو نمیشه آلارم گذاشت. ولی اینجا به من آلارم داده بوده RSI هم، RSI 4 ساعتم، و اینجا به من با یه استاپ لاس چقدر 84% که میشد زیر این به من آلارم داد که پوزیشن رو بگیرم. و الان توی آربار چنده؟ هیچیش هم نبستیم، توی آربار تقریبا 19% سود روی کل سرمایه. من خودم ICP و اینا رو نتونستم بگیرم. ICP رفتارش جوری نبود که بشه گرفتش، با اینکه این کانال رو کشیده بودم و منتظر بودم بشکنه، ولی خب نشد. نمیدونم چرا نگرفتمش. یکی از دلایلش این بود که یه پوزیشن داشتم و احساس میکردم که ICP داره خارج از رفتار بازار در واقع عمل میکنه، واسه همین نگرفتمش. ولی ICP سود بیشتری بهم میداد اگر میگرفتمش، به دلیل اینکه اینجا زودتر بهم آلارم داده بود. توی این ناحیه ها میتونستم بگیرمش. اگر اینجا میگرفتمش با یه استاپ 2 خورده‌ای بود 1.94، ولی روی این کندل من منتظر بودم که روی این کندل که کندل همر هست بگیرم. خب حالا چیکار بکنیم؟ الان میخوایم ببینیم که امروز چیکار بکنیم. من خودم شخصا منتظر هستم تا بیت کوین شروع کنه به یه رنج زدنی که کاملا مشخص باشه داره رنج میزنه و دیگه قرار نیست بره بالا. از کجا بفهمیم؟ از اونجایی که BTC.D شروع کنه به یک ریزش درست و حسابی. ریزش درست و حسابی یعنی چی؟ یعنی بشه روی BTC.D پوزیشن شورت گرفت. الان پوزیشن شورت نمیشه روش گرفت. اینجاها بیت کوین BTC.D یعنی دامیننس بیت کوین شروع کرده به ریختن. آلت کوین ها مطمئنا رفتن بالا، ولی دوباره رفته بالا و دوباره داره میاد و الان توی کاناله. من صبر میکنم BTC.D 4 ساعتش بیاد پایین. خب صبر میکنم BTC.D 4 ساعتش یک ریزش خوبی رو تجربه بکنه، بیاد این پایین تثبیت بده، مثل اینجا شروع کنه دامیننس بیت کوین ریختن، خود بیت کوینم شروع کنه به رنج زدن، USDT.D من بره بالا، یعنی در واقع بیاد پایین تو منطقه هیجانی مثل اینجا. امروز خیلی نزدیکیم به این فضا. اگه دقت کرده باشین الان BTC.D تو 4 ساعته USDT.D نزدیک منطقه C هست، منطقه‌ای که هست که به ما سیگنال لانگ میده توی پوزیشن ها، که من خودم شخصا روی بیت کوین پوزیشن نخواهم گرفت، روی اتریوم میگیرم یا روی یکی از این آلت کوین هایی که پوزیشنشون خوبه. حالا کجا بفهمیم کدوم کدوم کوین پیر BTCش بهتره؟ من اینجا جدول RSI دارم که نزدیک به 100 تا کوین رو، که البته 100 تا کوین نیست چون پیر BTC و ETHش هم دارم چک میکنم، نزدیک مثلا 30 تا کوینه. 30 تا کوین خوب تو کوین مارکت کپ. اینا رو اومدم اینجا دارم نگاه میکنم، هم پیر USDT شو دارم نگاه میکنم، مثلا سول USDT اینجا نوشته، RSI شو دارم میبینم، RSI 4 ساعته، RSI روزانه، حجم، والیوم. اینم RSI الان 4 ساعته 4 ساعته. پیر BTC ش هم دارم میبینم، پیر ETH ش هم دارم میبینم. بعضی کوین ها پیر ETH ندارن، بعضی کوین ها پیر BTC هم حتی ندارن. یونی رو دیروز علامت گذاشته بودم که حتما بگیرم ولی خب نشد. یونی رو نشد بگیرم. حالا بریم سراغ چه کوینی. یادتون باشه که هایپ هم بهتون معرفی در واقع نشون بدم که هایپ تو چه مرحله‌ای بود و ما کجا گرفتیمش دیروز. بیایم ببینیم که کدوم که این کوینا رو میشه امروز رصد کرد. فیل یادداشتش بکنیم، فیل USDT. چرا؟ چون RSI 4 ساعتش نزدیک 69 داره میره تو 70، BTC ش هم نزدیک 64
و محدوده روزانش هم محدوده خوبیه. اگه بالای 50 بود BTCش که دیگه واقعا عالی بود. ولی فیل USDT گزینه خوبیه که امروز رصدش بکنیم اگه تونستیم بگیریمش. ARB فعلا منطقه هیجانی رو رد کرده و حجم 4 ساعتش هم خیلی کم شده تو BTC، بنابراین این خط میخوره. خدمتتون عرض کنم که پیر بعدی XLM میتونه گزینه خوبی باشه. همچنین MNT هم میخوام بهتون بگم MNT هم بد نیست، ولی پیر BTCش زیاد خوب نیست. بعد BGB USDT. BGB هم از اون کویناییه که به نظرم بد نیست، میشه رصدش کرد، ولی نکته قابل توجهش اینه که BTCش خیلی خوب نیست. بنابراین جزء کویناییه که خیلی مهم نیست برام، ولی خب USDTش خیلی خوبه، گزینه خوبیه. بعد ICP و یونی و لینک و اینا رو کی بگیریم اگه خواستیم بگیریم؟ یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم وقتی اینا همشون خیلی رفتن تو منطقه هیجانی اینه که صبر بکنیم تا روزانه برسه، یعنی روزانه هم برسه به منطقه هیجانی، برسه 69 68 70 و بعد صبر کنیم که RSI های 4 ساعته یه بار دیگه بیاد پایین بره بالا، یعنی یه بار دیگه بیاد تو منطقه یه بار بیاد پایین 70 دوباره بره بالا. بذار هایپ رو بهتون نشون بدم. هایپ رو ما توی منطقه توی نقطه بذارید RSI 15 دقیقه رو داره نشون میده، RSI 4 ساعت هم نشون میده. هایپ رو ما توی این ناحیه سیگنال ورودش رو گرفتیم، اینجا اومده بود توی این ناحیه به من سیگنال ورود داد. یکی دیگه از جاهایی که بهمون سیگنال ورود داد اینجا بود روی این کندل. من این خط رو کشیده بودم، این خط بنفش رنگ، که هر وقت اینجا رو بشکونه اینجا رو بگیرم که توی این ناحیه ما این پوزیشن رو گرفتیم. آروار قابل توجهی به آدم نمیده چون استاپمون خیلی بالا بوده، 1.85 خیلی هم بالا نیست، ولی خب خیلی حرکت هم نکرد. ولی این ناحیه رو من گرفتم. یونی رو خیلی از دست دادم، خیلی ناراحت شدم، ولی خب بازار همیشه هست. یونی توی این ناحیه بود که منتها خب چون ساعتش بد بود و من خواب بودم نشد بگیری. ساعت 1 و 2 شب چند 12 و نیم پریروز بود که نشد، ولی خب خیلی خوب رفت بالا و یه پوزیشن خیلی خوبی بهمون میداد. توی این کندل هم چون جا مونده بودم ساعت 2 و نیم همون روزم میتونستم بگیرم، ولی خب دیگه واقعا فکرشو نمی کردم که اینقدر بخواد یونی حرکت بکنه. پس نتیجه گیری امروز دنبال این پوزیشن ها باشیم که پوزیشن لانگ بگیریم. پوزیشن شورت گرفتن فعلا اصلا معنی نداره. فیل و MNT به نظر من گزینه های خوبی هن. سول رو هم بهش اضافه بکنیم. سول USDT هم به نظر من گزینه خوبیه. خود سول رو اگه بخوام نگاه بکنم نزدیک منطقه هیجانی هستیم، منتظر میشیم این 4 ساعته بره تو 70 و اینم کراس کنه. این خط شکسته ولی خب کندل بسیار محکم و نهنگی رد شده به قول معروف. یه کندل ماربوزوه و نمیشه این کندل ها رو گرفت مگر اینکه استاپ بای بذاری. توی بیت کوین هم یه همچین حالتی وجود داره. انقدر این بالا الان همه دارن پوزیشن شورت باز میکنن یا در واقع فروشنده اینجا زیاده که به نظر من اگه بخواد اینجا رو رد بکنه باید حتما این بالاها استاپ بای بذاری تا بتونی ازش عبور بکنی و در غیر این صورت نمیشه گرفتش. ساعت 8:22 صبح. ممنونم که تا اینجا همراه بودین. خدا نگهدار.